ملکه‌ای که قدرت، زیبایی و سیاست را با هم داشت. این داستان کلئوپاتراست. متولد 69 قبل از میلاد در مصر باستان، کلئوپاترا به سرعت تبدیل شد به ملکه‌ای زیرک و جذاب که مصر را از دست رومی‌ها حفظ کرد. او با جولیوس سزار و بعد مارک آنتونی متحد شد، نه فقط برای عشق بلکه برای حفظ قدرت مصر. سیاست و قلبش در خدمت تاج و تخت بود. کلئوپاترا لباسهای شاهانه می‌پوشید، مهمانی‌های افسانه‌ای می‌داد و از هوش و نفوذش برای کنترل سیاست استفاده می‌کرد، جوری که رومی‌ها هم ازش می‌ترسیدند و هم شیفته‌اش بودند. بعد از شکست مقابل اکتاویان یا آگوستوس، داستانش با مرگ اسرارآمیزش پایان یافت، اما افسانه کلئوپاترا هنوز هم الهام بخش داستان‌ها و فیلم‌هاست. ملکه‌ای که عشق، سیاست و قدرت را با هم داشت. کلئوپاترا، ملکه جاودانه مصر باستان.